حضرت جابر رضی الله عنه، چی نامی زیبا است برادرای عزیز. جابری که حبیب خدا خیلی دوستش می داشت، جابری که فرزند عبدالله انصاری بود، جابری که امام نووی می گوید رحمت الله علیه که 1540 حدیث از نام جابر روایت است. 1540 حدیث در برابر حضرت ابو هریره، در برابر عبدالله ابن عمر، در برابر حضرت مادرمان عایشه، در برابر حضرت انس رضی الله عنه. جابر هم یکی از راویای اکثر احادیث های رسول اکرم صلی الله علیه و سلم به شمار می رود. خود حکایه می کند که در 19 جنگ با همراه پیغمبر خدا اشتراک داشته. 19 جنگ، مگر در جنگ بدر و در جنگ احد اشتراک ورزیدن نتوانستم، به خاطر که در جنگ احد پدرم نگذاشت که من در جنگ اشتراک کنم. خودشان اشتراک کردم و در این جنگ پدرم شهید شدند. بعد شهید شدن پدر دیگر کل غزوه هایی که حبیب خدا می رفتند، من در پهلوی حبیب خدا دفاع از اسلام و دفاع از خدا می کردم. خدا رحمتشون کند. خیلی کسانی خوب بودند که چهره پیغمبر خدا را دیدند، دست مبارک ایشان می بوسیدند، برای پیغمبر خدا خدمت ها می کردند. خوش به حالشان. الله کنتم خیر امتین گفت شما بودید ای اصحاب پیغمبر بهترین امت که در اطراف پیغمبر خدا بودند، همیشه پشتیبانی می کردند. همین جابر رحمت الله علیه می گوید بار از زبان شیرین پیغمبر خدا شنیدم که می گفت برادرای عزیز خیلی با اهمیت باشید، آن چیزی را که من به گوش شما می رسانم بسیار مهم است، خیلی ضرور است، فقط با توجه باشید. این من احبکم الی و اقربکم منی مجلیسا یوم القیامه. چیزی با پیغمبر خدا فرمودند خوش به حالتان که اگر برادرای عزیز بنده های خدا اگر از آن چیزی که پیغمبر خدا اینجا خبر میدهد شما از جمله آن باشید، خوش به حالتان. محبوب ترین شما، دوست می‌دارم تو پیغمبر خدا از بین شما آن کسی را و نزدیکترین شما از روی نشست در پهلوی من در روز قیامت کیست؟ اعلان کرد پیغمبر. آن کسی روز قیامت همراه من در یک مجلس می نشیند. آن شخصی را من در روز قیامت دوست می دارم. احاسنکم اخلاقا، اخلاق خوب دارد، بچه خوب است، آدمی خوب است. ببین بچه خوب، آدمی خوب. رسول اکرم میگوید من تو را دوست می‌دارم و تو از جمله نزدیکترین شخص ها در روز قیامت همراه من هستی اگر آداب خوب داشته باشی. ببینید آداب خوب داشته باشی. ترمذی رحمت الله علیه در سننش از عبدالله ابن مبارک روایت میکند. از عبدالله ابن مبارک پرسیدند که اخلاق حمیده چی معنی دارد؟ بچه خوب چی معنی دارد؟ آدم خوب چی معنی دارد؟
برادرای عزیز، من در یک موعظه اشتراک میکردم، حتی نام موضوعش نمیگیرم، خیلی دور است از این کولا. دامله ها موعظه میکردن، مردم به عمل صالح دعوت میکردن، میگفتن برادرای عزیز عمل صالح کنین، لیکن شرح نمیدادن عمل صالح چیست. به این خاطر من خواستم وقتی که محبوب ترین شما، نزدیکترین شما به سوی پیغمبر در روز قیامت آدم اخلاق حمیده داشته باشد، فعل خوب داشته باشد، بچه خوب، آدم خوب باشد، پس میخواهم برای شما روشن کنم بچه خوب کیست، آدم خوب کیست. عبدالله ابن مبارک گفتند فی التفسیر عن حسن الخلق، در تفسیر حسن خلق، اخلاق زیبا را وقتی از او پرسیدن، حضرت گفتند هو طلاقة الوجه و بذل المعروف و کف الاذی. شرح خیلی زیبا دادن، گفتند بچه خوب، اخلاق حمیده، اخلاق خوب معناش این است که همیشه انسان کشاده روی باشد، روی کشاده باشد، ترش روی نباشد. گفتی حضرت سعدی مبر حاجت به نزدیک ترش روی، که از خوی بدش افسرده گردی. ببین هیچ وقت نزد آدم ترش روی حاجت طلب نکن. آدم خوب، اخلاق خوب این بود است که چهره آدم کشاده هست. ولی ما و شما هم بعض برادرامون را صفت میکنیم که بسیار یک چهره کشاده دارد. دویم حضرت گفتن بذل المعروف، آدم خوب، اخلاق حمیده معناش این است که همیشه کار خوب انجام میدهد، همیشه از پی نیکوکاری هست، همیشه نیک کار است، نیک نیت است. و کف الاذی، دیگر از اخلاق حمیده معناش این بود است که به هیچ بنده خدا آزار نمیداده است، هیچ کس را غم نمیداده است، هیچ کس را دقت نمیداده است، هیچ کس را تحقیر و تهمت و غیبت نمیکرده است. این از جمله انسانهای خوب به شمار میرود. خوش به حالتان برادر عزیز. اگر شما از جمله اینها باشید، زیرا رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در حدیث هایی که در سنن ابو داود روایت می شود، ان المؤمن لیدرک بحسن الخلق درجة الصائم القائم. کسی که اخلاقی خوب دارد، کسی بچه خوب است، کسی شخصی بی آزار است، در نزد پروردگار در نامه اعمالش نویسانده می شده است روز روزدار، شب به نماز. ببین آدم خوب، اخلاقی خوب، آدم بی آزار، آدم نیک نیت، در نامه اعمالش چی می نویسانده است خداوند؟ شب در نماز است، روز به روزه هست. حق به جانب حضرت عبدالرحمن جامی است. جان در تن مرد بی ادب لرزان است. جان اینقدر چیز قیمت است. در تن مرد بی ادب لرزان است. 100 جان بدهی ادب خری ارزان است. 100 جان بدهی ادب خری ارزان است. از بی ادبی کسی به مقصد نرسید، زیرا که ادب تاج سر مردان است.
دادرای عزیز، خداوند در سوره قلم پاره 29 از قرآن آیت 4 حبیبش واصف میکند: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و انک لعلی خلق عظیم. صدق الله العظیم. ای محمد، چه اخلاق حمیده داری، چه اخلاق نیکو داری، چه اخلاق حمیده داری، چه رفتار خوب داری. خداوند پیغمبر با اخلاق حمیده وصف میکند. قرآن آداب دارد، تلاوت قرآن آداب دارد، سلام آداب دارد، خوردن آداب دارد، خواب کردن آداب دارد، نوشیدن آداب دارد، زندگی آداب دارد، دعوت آداب دارد. ببین همه اینا با خود آداب دارد. هم برای همه این در قرآن برنامه های بهترین جای گذاشتگی است. آداب قرآن این است: باید با طهارت باشیم. بی طهارت داشتن قرآن جایز نیست. امام نووی رحمت الله علیه میگوید آداب قرآن این است که از زانو دائم بالا نگه داریم، پایان قرآن نگه نداریم. سلام آدابش این است که کلانسالها به خردها باید سلام دهند. سلام دادن باید دستی با دست باشد، با کشاده روی باشد. خوردن آدابش این است دست هامان شسته می شود، از نزد خودمان می خوریم، بسیار نمی خوریم. خوراکی که در نزد ما می آرد اگر چندی که مزه و لذت ندارد، نزد خاندان خوراک او را طعنه نمیزنیم، یا اگر کم هم نزد دسترخوانش باشد برای کم بودن خاندار مذمت نمیکنیم که بالای دسترخوان چیزی نداری. همه اینا آداب هستند. حبیب خدا گفتند محبوب ترین شما به سوی من، قریب ترین شما به سوی من در روز قیامت کی است؟ آن کسی که بچه خوب است، آن کسی که اخلاق خوب دارد. دادرای عزیز، منم بچه خوب، منم آدم خوب کسی را میگویم که امروز یک برادر مسلمانش فریب ندهد، حق برادر مسلمانش نخورد، برادر مسلمانش در غایب و در حاضر تحقیر و مذمت و غیبت نکند. این از اخلاق نیست، این از آداب نیست. حتی اینجا یک سوال الحال در دست من داد، خدا نگهشان دارد، جوان است، به خاطر نماز جمعه مکتب ترک ساخته است آمده است. من چندین بارها گفتم برادر عزیز، همون معلم هم دروغ میگوی، همون هم دروغ است. و من برای شما فتوا داده ایستادم. دادر عزیز، مکتب است، درس است، درس خوان، در مکتبت باش. همون هم عبادت است، خواندن هم عبادت است. برای شما عذر هست شما در همون مکتب اشتراک کنید. همون معلم احترام کردن هم آداب است، درس خواندن هم آداب است. من چندین بار شما را تاکید کردم. من خودم در مکتب به بهای خوب و اعلا خواندگی هستم. دوست می‌دارم همون جوانی که خوب و اعلا خوان باشد، مکتب خوان باشد. بیرون از مکتب کسی پیش راه شما را نمیگیرد. آمدن نمازتان خواندن گیرید. لیکن ساعتی درسی دادر عزیز، دروغ نگو. دروغ گفتی گناهکار میشوی. اینم از آداب نیست. انشاءالله من جمعه گذشته در پیشگفتار خود بدترین شما به سوی من کین است، دورترین شما به سوی من در روز قیامت کیست؟
که دوام حدیث من به پررگی خواندم و شرحش جمعه آینده برای شما میکنم. فقط مقصدم از این حدیث این است که برادرای عزیز و گرامی، در برابر این نماز خواندن، در برابر مسجد آمدن، شما همه آداب باز رعایت کنید. از همه بالا عبادت خدا و عبادت پیغمبر خدا، شناختن پیغمبر خدا، اینم از بالاترین آداب شماست. احترام پدر و مادر، احترام همسایه ها، اینم از جمله آداب هستند. با آداب باشید، یکدیگر را دشنام ندهید، یکدیگرتان را تحقیر نکنید. همه شما فرزند حضرت آدم هستید، همه شما مؤمن هستید. السلام علیکم اکای حاجی مرزا. ما یک گروه دانشجویان دانشکده شهر کولاب از شما، شاید دوشنبه باشد نمیدونم، از شما احترامانه خواهش میکنم که با این سوال ما جواب گردانید. میگویند که حاجی وقتی که با ماشین به کوچه و شهر میگذرد آدمان را سلام نمیدهد. این چه معنی دارد؟ هی نمیدهد گناهگار میشود. این اول الناس بالله من بدأهم بالسلام. حبیب خدا میگوید اولاترین شما در پیشگاه خدا آن کسی است که اول سلام میدهد. اینجا مقصد از حاجی نیست. حال مردم ما بسیارتر مثال همین ملا و حاجی را میارند، غیر اینها را هیچ وقت مثال نمیارند. گویا که فقط گناهگار همین حاجی ها هست و ملا ها هست، تمام. دیگر این خیر فیاضی تماما گویا عیب ندارد. این سلام ندادن ای غیر ملا و حاجی هم سر میزند. این برای عام است، برای همه هست. اینش هم شما به نظر گین. اون یک کتاب تبلیغ خواندم، آداب تبلیغ، میگوید آمده که یک شخص نشسته نماز میخواند، در حال او را سیاست نکن که چرا نشسته نماز خوانده ایستاده ای. اول پرس کنی همون شاید پاهاش درمنده است، شاید فشار خون دارد، شاید نفهمد که همین راز خواندن فرض است، مثلا یگان عذر دارد. بعد آنکه سخنهای او را شنیدی بعد به سر خلاصه بیا، یکی یک باره بالای او حجوم نکن. مثلا این حاجی که سلام تا نداده است، شاید بیچاره فکرش پریشان بود، یا شاید ماشین چیزی هست که دیگر هر کس سلام دادی یا که خیلی راه را هم از میدانه نخیر در یک شکری میزند، یک ایرا بیراه می شود. و این خاطر این عذر نیست دادر عزیز. اگر دیده و دانسته سلام ندهد، اینش معلوم است ممکن است جهت یگان نادانیش باشد، نافهمی باشد، تکبریش باشد، انشاءالله اصلاح می شود. لیکن سلام همه ما و شما باید دهیم. سلام ایول اسلام خیرون، ابو موسی اشعری را حدیثش است، از پیغمبر خدا پرسیدند کدام اسلام بهترین است؟ پیغمبر خدا چی گفتند؟ تطعم الطعام و تقرأ السلام علی من عرفت و من لم تعرف. ببین بهترین اسلام این است که کسی را طعام میدهی یا کسی را شناسی نشناسی باید سلام دهی. کسی را میشناسی نمیشناسی باید سلام دهی. اگه امروز روزگار و این جمعیت و این شرایط ما و شما را، بعضی از ما و شما را وادار کرده است که یک شخصی که کمتر شرایطش میرسد، دسترس از پول داره، منصب داره، فلان و فلان است، سلامش میتین. آدمای فقیر و بیچاره و ناتوان و بیکسه کسی سلام نمیدهد، پرواش هم ندارد، لیکن گناهگار میشود. حبیب خدا گفته این سال است کسی را میشناسی نمیشناسی، کسی از دستش کار می آید نمی آید، باید شما سلام دهید. سلام این قرض است. آیا به طهارت آیت خواندن در منزلگاه یا خانه ها یا اینکه امر معروف کردن ممکن است یا نه؟ ممکن است برادر عزیز. اگر آدم طهارت نداشته باشد، آیت های قرآن، فقط قرآن قپیده نمیتوانید، با زبانتان خوانده میتوانید، چه در منزلگاه باشد، چه در مثال قد راه باشد، چه در داخل ماشین باشید،
چه برای کسی موعظه امر معروف هم به طهارت هم که کنید جایز است، درست است، گناهگار نمیشوید. لیکن همیشه پای به طهارت گشتن این خیلی افضل و بهتر است، نه به خاطر نماز. از همین خانه بیرون شدیم پای به طهارت باشیم. السلام علیکم اکای حاجی میرزا، زن را در ورق طلاق کرده روان کنی قبول می شود یا نمی شود؟ مثلا یک کس مکتوب می نویسد که به نام زنش که من تو را 3 طلاق کردم یا تو را طلاق کردم، همین درست است یا درست نیست؟ اولا من طلاق ها را به همه شما گفته بودم که شما روانه فقط به مرکز کنید. ما مثال اطراف طلاق بحث و مناظره نمی کنیم و جواب اینها را برای شما گفتم نمی رسانم. بسیار که لازم باشد طلاق چه با مکتوب باشد، چه با طریق اینترنت باشد، چه با طریق تلفن باشد، چه با طریق یک کس تو برای خود رسول انتخاب میکنی، یک کس برای خود یک نماینده انتخاب میکنی، میگوی را برای زن من بگو که 3 طلاق است، یا با کدام طریقی نباشد، اگر روان کردی همون عددی که میگیری همون عدد واقع میشود، نابسته از مکتوب، اینترنت، تلفن چیزی نباشد، طلاق واقع میشود. السلام علیکم ای دوست خدا اکای حاجی میرزا، ما برای شما 2 سوال داریم. دختر سرمه یا پودره یا دیگر نمودها را استفاده برد، آیا ممکن است؟ میگن که سرمه کشیدن گناهی سخت است. نه، گناه نیست. برای خواهرای ما و شما سرمه کشیدن، اسمه کشیدن اینها جایز هستند. خدا رحمت کند یوسف قرضاوی را برای زنهای شوهردار میگوید اگر همه آن نمود داروهایی که امروز هست، چه از پودره و چه از لب سرخ کنک و چه از تمام دیگرهایی که دارند استفاده برند تا که در نزد شوهرهاشان باز زیباتر نمایان شوند، جایز گفتند. مقصد برای شوهرها. لیکن برای کوچه، برای مردهای بیگانه این البته حرام است. حتی خوشبویی را زدن برای زن که در قد کوچه مردهای بیگانه از بوی خوش من استفاده برند، اینم حرام است، اینم جایز نیست. برای شوهر درست است، پیش شوهرش هر چی میکند برای او درست است، هر نمود زیبایی را میخواهد استفاده برد. و سرمه را حتی برای مردها هم مالیدنش سنت است. رسول اکرم صلی الله علیه وسلم در چشمهاش سرمه میمالیدند. این طبابتی است، این برای بهبودی چشم است. و این خالی در مکه شما روین، در مکه، در مدینه، حتی که در داخل چشمهاشون میمالند برای افزایش، برای که همین چشمها پرده نگیرد. ولی بسیاری چشمها پرده میگیرند، انمونا میگویند که همین برای پیشگیری پرده است، پرده نمیگیرد چشم. در مردم ما حاضر سرمه کنی همه میخندند، میگه سال چی فعل است گفته. در خارج همه مردها حتی فرزندکاشون در دستشون در چشمای میده میده هم بچکایی که دارن سرمه میمالند. این به خاطر شفا هست، این به خاطر هست که در توصیه های پیغمبر خدا وجود دارد. خب دویم سوال، از قفای ملایی که زنش را سر داد بازگشته گرفته است، از قفای همین خیل ملا نماز خواندن درست است یا نه؟ التماس همین جمعه جواب گویید، شرط و ضرور است، خدا نگهبانتان باشد. بله درست است دادر عزیز. اگر همون ملایی که زن سر داده است باز گرفته است، خب یا سر داده است نگرفته است، هر رنگش که نباشد، از پسش نماز خوانین درست است. زیرا که انس ابن مالک یا عبدالله بچه حضرت عمر از پس حجاج ابن یوسف
ثقفی نماز خواندن. این عقیده تحویه را میگذارد. عقیده تحویه که خیلی کتاب مشهور از این نزد من هست. همون کتاب همین عقیده تحویه که روی عالم اینو میخواند، در تمام یونیورسیته های اسلامی روی دنیا این عقیده تحویه را میخوانند. خدا رحمت کند، باز پیرو مذهب امام ابو حنیفه است. تمام دنیا میخوانند، تمام دنیا. در همین جا ذکر می شود که از پس حجاج فرزند یوسف ثقفی که ظالم بود فاسق بود. ببینین، هم ظالم بود و هم فاسق بود، لیکن مسلمان بود. از پسش بچه حضرت عمر نماز خواندگی هست. و این خاطر اکو این ملا با یک زن سر دادن نه فاسق شده است نه ظالم شده است. یگان عیب داشت، یگان کمبود داشت، یگان چیزی بود، خیلی خودشان میدانن زندگیشان. سر داده و پس گرفته باشد یا نگرفته باشد، هم ملا باشد علم دارد، از پسش نمازتان خواندن گیرید، هیچ زلال زیان ندارد. اینجا در یک برادر من سوال کرده است. الحال این سوال نو در دستمان دادن در کوچه. بسیار بچه خوب بوده است، بسیار بچه با فهم و لیکن به علم. بچه که خوب، بچه که ناز با آداب و علم ندارد. عجیب سوالی میدهد، علم نیست. میگه بابای داملا من میتوانم که مذهب امام ابو حنیفه را ترک کنم، امام شافعی را قبول کنم. و برای تو بهترش همین مذهب است، همین مذهب امام ابو حنیفه رحمت الله علیه. برای چه الحال من همین ببین همین تحاوی را برای چی صفت کردم؟ همین حضرت اول در مذهب امام شافعی بود، گشت از مذهب امام شافعی و مذهب امام ابو حنیفه. در برابر یک شبه عبادت حضرت امام ابو حنیفه ایستادگری کردن نمیتونه و خود ما به خدا قسم خجالت میشماریم که حضرت چه عبادت های زیبا کردن، چه غمخواری ها کردن. حالا کتاب دارم، پیرو سنت نام کتاب است. حضرت امام ابو حنیفه را سخنش میارد که حضرت امام ابو حنیفه گفته است لعنت بر آن کسی که در فتوای خود آیت و حدیث دلیل نمی کند. ببینین حضرت امام ابو حنیفه لعنت بر آن کسی، لعنت خدا بر آن کسی که در حالت فتوا دادن آیت و حدیث استفاده نمی برد. معنا چی است؟ معنا این است که همه آن چیزی که حضرت برای ما و شما تیار کرده گذاشتن همگیش معنای آیت و احادیث های رسول اکرم است. دادرای عزیز، پیرو مذهب باشید، از مذهب اصلا بیرون نشوید، اصلا بیرون نشوید. از مذهب کسانی بیرون شوند که مجتهدند، علم دارند، تمام سیحای سیطه را از یاد میدانند، تفسیر از یاد میدانند، هم قرآن حافظ قرآنند. همین مجتهدایی که وجود دارند همش هم حافظ قرآنند، هم سیحای سیطه را صحیح بخاری، صحیح مسلم، سنن نسائی، سنن ابن ماجه، ترمذی، همه اینا حفظ میدانستند. ولی شما را ما پرسیم یک متن حدیث نمیدونی، یک متن حدیث اکا همه تا در نظر ندارم، انشاءالله اینجا هست بچه های بفهم. اکثریت شما یک پاره قرآن از یاد نمیدانید، قرآن خوانده نمیتونید. بازم این چی میخواهیم؟ از این مذهب برای ما مذهب دیگر. چرا برای مذهب دیگر میدروید؟ این مذهب امام ابو حنیفه را یک بزرگی دیگرش همین از دادار عزیز، این نشانه آرامی در همین جمهوری ما و شما هست. باور کنیم داداران، نشانه آرامی الحمدلله امروز در تاجیکستان ما آرامی حکم فرماست. به قدر آرامی حالی شما زمانی میرسین که وقتی دواده و پران میبینید. دیدیم که واقع احواتون چگونه بود، عبادتون چگونه بود، فهمیشتون چگونه بود. یک شب 2 ساعت سوید ندهد چقدر نارامین، یک ساعت آب ندهد اینقدر شما بی‌ضابطه میشین.
قوت این قدر کشاکش شما ندارید که. به این خاطر من همه شما را دادار عزیز، نصیحتی من به خدا قسم از تحت دل برای شما میگویم، مذهب این رویشی که حضرت امام ابو حنیفه ما و شما داریم همگیش معنای آیات و احادیث رسول اکرم است. خود حضرت گفتند مذهب من حدیث صحیح است. خود حضرت گفتند اگر سخن من در کتاب خدا احادیث رسول اکرم نیافتید به دیوار زده پرچه پرچه کنید. از این خاطر ما پیروی مذهب هستیم. ما همین مذهبی که برای خود اختیار کردیم هیچ نقص و کمبودیش ندیدیم. فریفته نشین دادار عزیز، فریفته نشوین. چیزی برای شما لازم است از کدام مسئله نباشد از من پرسید، از غیر من پرسید، برای شما جواب ها وجود دارد، جواب میگوییم. لیکن به خاطر همین آرامی که داریم بهترین نعمت است به خدا از دست ندهیم. هر گونه جریان ها امروز برآمدند، هر گونه، شیعه هم هست، تحریرش هم هست، نصرانیش هم هست، زردشتیش هم هست، احمدیهش هم هست. ببین چی خوبی میارن امینا، چی خوبی میارن. اگر ما در همین مذهب خودمان رفتن گیریم، آن چیزی که من برای شما میگویم، من آدم مذهبی تا امروز بین شما شاید 6 سال یا 7 سال شد موعظه میکنم. تن یکی از شما بلند شوین گوین که حاجی در همونجا فلانجا تو نادرست بیان کردی. ما میتونیم با طریق مذهب در اسلام خدمت کردن بگیریم، هیچ جای غلطش نیست داره. در مذهب بودن این نشانه یگان نادانی و نافهمی شما را نشانه میده. به خاطر آرامی همیشه دعا کنید خدا این آرامی را از بالای ما و شما دور نکنه، زیرا ما قوت اینها را نداریم داره. بسیار چیزهای خوب از دست ما و شما میرن. ولی امروز اینا برادرها داریم که آمین بلند میگن، دستای بالای سینه دارن، پاهای در کشاد دارن، در برابر همین مردم چی در کار همین عمل ها چی حاجت است؟ من دانم که شما به گفتن ترک آمین گناهگار میشین. این میکروفون به خدا قسم هیچ وقت صداش خاموش نمیماند. من برای شما میگم که هم از آمین بلند که گناهگار میشین، لیکن میدانم گناهگار نمیشین. آمین بلند منم گفتم، مقصد چی گفتم؟ سنت است. در سنت بودن من هیچ شک ندارم، لیکن به معنای آن که نگفتنش هم سنت است، پس گفتنش هم سنت است و اختلاف و نافهمی ها را در بین ما و شما پیدا نمیکند. به همین خاطر من میگم ترکش کنیم برادر عزیز. اینجا یک برادر دیگر، دو برادر از دوشنبه مهمان آمدن از من یک سوال دیگر کردن که السلام علیکم داملای محترم، بزنم گفتم که اگر تو را خانه پدر و مادرت برم تو به من یک طلاق، آیا راه دارد که او را خانه پدرش برم؟ خیلی همین قدرت نداری؟ یا همین چی حاجت است که اگر تو را من خانه پدرت برم تو یک طلاق؟ چی حاجت است؟ تو گناهگار میکنی خودت. خانه پدر مادر رفتن این زن در کار و لازم است و در اسلام نه آمده است یگان عباره و یگان آیت قرآن و یگان احادیث رسول اکرم که وقتی که زنهای شما شوهر کردن خانه پدر مادر نبرینشان، نه آمده است این. ویم پدر است ویم مادر است. برعکس شما توانیم بعضی ها که دعای پدر و مادر تانم میگیریم دعای خسور و خوشتامن هم بگیریم. ویم کلان سالای شما هستن. به این خاطر راهش این است دادر عزیز، اگر گفته باشی که اگر خانه پدر و مادرت برم یک طلاقی، یکم اینه که وقتی که اگر بردی یک طلاق می شود باز نکاح کده میگیری. دویم صورتش این است که خودت نمیبری، دیگر آدم میگه خانه پدر و مادرش میبرد، طلاق نمی شود. زیرا که تو در سخنرانی گفتی که اگر خانه پدر و مادرت برم
تو یک طلاق. مقصد تو نبرش دیگر آدم بگو، یک آدم نزدیک، یک آدم محرم همونه گرفته برای خانه پدر و مادرش طلاق نمی شود. اگر تو بریش طلاق می شود. شرطش همین است. خب السلام علیکم داملای عزیز. یک مسئله بسیار مهم هست. ما از دوشنبه آمدیم همین جمعه جواب گوییم. یک ظرف شیشگی را از مغازه در وقتی به دست گرفتن و تماشا کردن ناگهان از دستم افتید و شکست و مبلغ این ظرف 300 سامانی بود. او مرا تاواندار کرد. باز او حاجی است. این درست است یا نه؟ یعنی برادر کدام دکانی در آمده است، کدام برادر حاجی سوداگر بوده است. اینا از دوشنبه بچه آمدگی هستند، سوال داده ایستادند. مقصد این مبلغ 300 سامان خیلی مبلغ کلان است. از دست من ناگهان افتید، شکست، ما را تاواندار کرد. همینجا حق جانب کیست؟ برادر عزیز و گرامی، اگر همین ظرفی که شما در دست گرفتین و از دست شما افتید، اگر با رضاگی خود اگر دکاندار گرفته باشید شما تاوان نمیتین. اگر اجازت از دکاندار گرفته باشین که ممکن است همین ما یک نظر کنم، اگر گوید ممکن است تو برداشتی و از دست تو افتید و شکست، اینجا اسلام تو را تاواندار نمیکنه. لیکن اگر نپرسیده تو برداشته و اگر تماشا کردی و افتید، اینجا تو تاوان میدی. چند مبلغی باشد اون به ذمه توست. زیرا به اجازت نزدیک شدن به مال یک آدم درست نیست. حاجی درست کرده 300 سوم برده تیده دستش. دویم، اگر باشد که به اجازت گرفته باشی. ورقهای قرآن را که تماما خواندنشان ناممکن است، چی باید کرد؟ بعضی ورقهای قرآنی هست که مقصد ریختگی هستند، دیگر هیچ خوانده نمی شود، مقصد پوسیدگی هستند. اینها را در کتابهای مسئله میارد که مثل قبر کنین، مقصد میدهک میکنین مقدار همون چقدر کاغذی که هست، حتی لحد هم کنید میگوید، برای خاطر احترام این ورقهای قرآن. و در همونجا میگه گذارید زیر خاکش کنید، نه سوزانید که گناهگار میشوید. سوزاندن جایز نیست، فقط گرانید. این حالت در شما ثواب میگیرید. سوم، مسئله ریختن خون از کافر را در مسلمان، یا از مرد را در زن یا زن را در مرد چخیل است؟ درست است؟ خون آدم کافر در مسلمان میریزند یا از مسلمان در کافر میریزند، یا خون مرد در زن یا زن در مرد میریزند. ولی خون ریزی هست که واقع در بیمارخانه وقتی که همین خدا رحمت کند محمد شفیع رحمت الله علیه همین یک بار چشمم افقیدگی بود در فتاوای محمودی میارد که ضرورت باشد درست است. مثلا ضرورتش همین است که وقتی که ما احتیاج به خون داریم و خون ما به خون همون آدم کافر است یا به زن است، خواه محرم است خواه غیر محرم است، وقتی با خون همون اگر موافق باشد ریزن باکی ندارد، هیچ زلال زیان ندارد. لیکن اینجا یک نازکی دارد، آدمی که خون میدهد قیمت خون گرفتن حرام است. امروز اکنون ضرورت است در بیمارخانه که میفروشند، اونا ضرورتن، اونا مبلغ هم گیرن میلش. لیکن وقتی من برای یک برادر خون حاجت می شود و برده 100 گرم یا 200 گرم خون ما 10 سامان یا 20 سامان می دیم، همین سوم برای من حرام است. زیرا خون خودش حرام است، پیدایش پولی هم حرام است. انا این مسئله هم شما فراموش نکنید. کمک میکنید یک برادر با خونتان، میلش به مبلغ یاردمش کنید، جایز است. خب چهارم سوال شان،
از بدن حیوان چی چیز حرام است؟ حیوانهای حلال، این حیوانهایی که میخوریم، مثال گوشت اونها را، چه از گوشت گاو باشد چه از گوشت گوسفند باشد، خب از بدن همینها چی چیزها حرام هستند؟ یکم، اگر یادتان باشد من یک بار از کتاب مسئله فتاوای عالمگیریه برای شما اینو گفته بودم، شاید یادتان نمانده باشد، خیلی وقت گذشت. یکم خون مک، خونی که در حالت گردن حیوان میبرند، همون خونی که از بدن اون میپرد، در بدن هم زند به نماز است، خوردنش هم چه هست؟ خوردنش هم حرام است. خون مک، غیر خون مک وقتی که ما گوشت ریزه میکنیم، دیگر خونهایی که از او در بدن ما میپرد، اما اون خون بدن ما را بی نماز نمیکند، لیکن خون مک بی نماز میکند. دوم چیزی که حرام است آلت تناسلی است. خب نرینه باشد گاو آلتی او را خوردن، اگر ماده هم باشد گاو آلت تناسلی گاوی مادر هم خوردن حرام. سه، یکم خون مک است، دویم آلت تناسلی از مثال حیوانی نر، سوم از حیوانی مادر خوردن، چهارم خب تخمهای از حیوانی نر، مایه میگه ما و شما، اونها را خوردن از جمله مکروه تحریمی است. در بازارها ولی فرمایش میکنم با بعضی آدما که برای ما جمع کن، میخرد میبرد میخورد، نمیدونید به خاطر چی هست. بعضی ها میگویند که مرد را بسیار به قوت میکند، و خدا که به قوت نکنه به خوردن او تو چی قوت میگیری؟ عجیب آدمای ساده هستیم. اینقدر گوشت حلال ماندگی، دل جگری او ماندگی، آخی گوشت های زیبای وجود او ماندگی، آخی عسل، این گوشت مرغ و هزارها نمود چیزهای هست که آدم قوت میبخشد. اینا را در کتاب مکروه تحریمی میگویند، حرام است. خب دیگر مثانه میگویند، شاشدان، جایی که پیشاب جمع میشود، خچک میگیم ما و شما، اونش هم حرام است. دیگر تلخه حیوان هم خوردن حرام است. دیگر غدد میگیم، غدد هایی که در حیوان است، اینها از جمله حرام کرده ها هستند. اینها در نزدیک نشویم، دیگر آنچه که در او هست خورینی چی باقی نداره. السلام علیکم اکای حاجی مرزا، ما یک جوره داریم. اینجا یک سوال درباره همین بعضی بچه هایی که مثلا بیراگردی میکنن، درباره همونها هم یکان صحبتی داشته باشیم که گویم هم صاحب نمازن و هم صاحب همین مسجد می آین و هم مواعظ گوش میکنن، در برابر این باز به دخترهای مردم داده گریفت دارن. حاجی گفته باز تأکید کردن که ما در اطراف این چند بارها صحبت کردیم، دادر عزیز گفتیم از این کار بدم دور ایستید، این یگان شأن و شرف نیست، این یگان بزرگی شما را نشانه میدهد. السلام علیکم داملای شیرین سخن، من یک نفر از مخلصان دائمی شما شکر الله میکنم که چنین عالمی با عمل در منطقه کلاب و ما عطا کرد و من یک مشکلات مهمی پیش آمده است. تنها خداوند بزرگ این مشکلاتی من را آسان میگرداند.
این روز که روز اجابت دعا هست، التماس با همراهی قوم دعا کنید که الله مهربان مرا از این مشکلات خلاص گرداند. خداوند دائما نگهبان شما باد. با احترام مخلصی دائمی شما خدای مهربان. مشکلات این بنده ای که از این قوم دعا خواستن، خداوند مشکلات چه رفت بگردانی و دور بگردانی و همه کاراش در خدا کشایش نصیب گردانی. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم اکی حاجی مرزا. بعد السلام، صحتی و سلامتی شما را خواهانم. از شما خواهش میکنم که با سوالهای من با پرروی جواب گویید. میگویم که گلستروک بستن ممکن نیست. عقیده شما در این باره چیست؟ این جایز است دادر عزیز؟ کدامید گلستروک میبندی؟ کدامید نمیبندی؟ با گلستروک نماز میخوانی، بی گلستروک نماز میخوانی، عبادت در پیش خدا قبول است. این گلستروک داختن، این مثال گلستروک استفاده بردن، این اگه نشانه گناه نیست دادر عزیز. و نمیدونم به خاطر چی همین بسیار در بسیار جایها میگن که با گلستروک نماز نخوانی. این چی سبب دارد هیچ کس نمیداند. بعضی ها میگن که گویا که این توق لعنت باشد، حالا که کسی نمیداند که توق لعنت چیل بود. این توق لعنت چیزی نیست برادر عزیز. این توق لعنت یگان بند و یگان چیزی نبود که در گردن شیطان زده باشد. توق لعنت معنای رانده شدن او از جمعیت ملائک بود، از آسمان بود. رانده شدن او را معنی میدهد. اون یگان چیز در گردن شیطان آمده در آمدگی نیست. به این خاطر گلستروک انداختن هم این یکی از زیباگی است. زیبا است آدم وقتی گلستروک استفاده میبرد، این هم یکی از لباس های زیبا و شمار میرود. به این خاطر گلستروک شد داختن گیرد با که ندارد. سلام داملای شیرین سخن حاجی مرزا. با سوال من جواب گویید. امید آخری من شما هستید. من یک نفر زن همگی 19 سال دارم. بسیار در عذابم. پدر من ده می شود که با من قهری است. برای گوش کردن امر معروف مرا گفت که از خانه برآمده رو با این کسی تحاید. من باشم سطر کردم. از سطر من نارضا هست. کی گناهگار است؟ کی گناهگار است؟ در آخر در حق من دعا کنید که پدری نارضای من از من رضا شود. در نمازهای جمعه شما اشتراک دارد. ای خدا خیرش دهد این پدر. این جمعی آید خودش امر معروف گوش میکند، برای خودش درست، برای دخترش امر معروف گوش کند. چی جای نادرستی است؟ اگر دختری او روی مال اندازد و دختری او بدنش برای مردهای بیگانه نمایان نکند، چی جای گناه است؟ من حیران میشم در این خیل. در همین خیل عمل آدم نمیدونی باور که چی جواب گویی. وقتی که خودی وی نماز میخواند، وقتی خودی وی مسجد میآید، وقتی که این دعوای مسلمانی و ایمانی دارد، این جای تعجب است باور کنید. حیرت میشود انسان که انسان را نگذاریم که کسی تا گوش کند که در او امر معروف است. گوش اندازیم. چه بچه ها ما باشد، چه دختر ها ما باشد، هر چیزی که باشد برای فایده جان ما و شما، هر چیزی باشد برای فایده آخرت ما و شما اونها را استفاده برین. هیچ وقت از این قفامانی نکنید. پدر گناهگار است البته. خدا قدر بلندش داده است، شرف بلندش داده است. لیکن خواهر عزیز شما احترام از او کنده نکنید. شما احترامش کنید به خاطر پدر بودن. لیکن از کسی تا گوش کردن هیچ وقت دور نیستید، یا از روی مال انداختن، بدنتان نمایان نکردن هیچ وقت دور نیستید.
همیشه با ستر و با حجاب باشید، همیشه با حیا باشید، همیشه خدا ترک باشید. این امروز ببین حیران میشه برادر عزیز، امروز جوانان را وقتی نیتی زنگیری میشوند ببین همه اونها جستجو میکنن که کجای از زنی باشد که زنی با ترتیب باشد، زنی با معنی باشد، بعد رفتن نکاح کرده میگیرن. وقتی دختری ما صاحب رویمال باشد، صاحب لباسهایی باشد که مردم بدن او را ندیدند، این خیل دختر با خوشخرید است، در او بروقتر با برای او یگان شخص پیدا میشود او را در نکاحش میدرارند. وقتی او را اگر ما در نمایش براریم، وقتی او بی ترتیب شود، بی معنی شود، خواب کوچگر شود و خواه باز در خانه دردی سری ما و شما می شود. برای ما و شما با مشکلات و نافهمی ها را در خانه برپا می کند. او یک برادر گفت، داملا گفت در خانه دو تا خواهر دارم یا دو تا اپا دارم، از دست اونها زن گرفتن نمیتونم. مقصد کسی اونها را خریداری هم نمیکند، کسی برای نکاح اونها طرف خانه ما نمی آیند. به خاطر چی؟ به خاطر که اونها بیراگرد هستند، لیکن نمیگذارند که همین دادرشان زندگی خوب به سر برند. دائم در اون خانه جنگ و جوش وجود دارد. این همه این به سبب چیست؟ به سبب که این دخترها بی ترتیب و بی معنی هستند. السلام علیکم اکای داملا حاجی میرزا، من مخلص دائمی شما هستم و با شما یک چند سوال داشتم، میخواهم در همین جمعه جواب شما گردانید. یکم، آدم نمازخوان اینجا یک کردار یاد کرده است، یک عملی ناخوب یاد کرده است، اگر در همون مبتلا باشد نمازش قبول می شود یا نمی شود. قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. برادر عزیز، مؤمن ها نجات یافت وقتی که در نماز خشوع داشته باشند، نماز خوان او در برابر او با این عملهای ناسزایی که در اسلام حکم اونها حرام است، وقتی تو نزدیک میشوی یقینا دان که نماز تو در پیشگاه خداوند هیچ پاداش اجر ندارد. وقتی نماز آدم از کار فحش و فحشایی باز نداشت، معلوم میشه که این نماز از برای خدا نیست. الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر، خدا اعلان کرده است شما اگر صاحب نماز شوید خدا شما را از راههای بد باز می‌دارد. لیکن وقتی آدم هم نماز خواند و هم زنا کند، هم نماز خواند و هم حق یک برادر مسلمان شخورد، هم نماز خواند و هم در تهمت باشد، هم نماز خواند و هم در برابرش عرق نوشی کند، یقینا که نماز این از برای خدا نیست. این نماز از برای خدا نیست. در عزیز، نماز میخوانیم، در برابر نماز تمام دیگر عملها را اجرا کنیم. با یک نماز ما و شما با اون قوله های بلند نمی رسیم. آدمی که نماز نمی خواند لیکن خدا را می شناسد، او را کافر گفتن درست است یا نادرست؟ نه، نادرست است. اگر آدمی که نماز نخواند لیکن خدا را شناسد، مقصد در بزرگی خدا قائل است، میگوید که خدا یک و یگانه است، رسول او محمد برحق است، لیکن نماز نمیخواند، این در اسلام حکم به کفر نمیدهند و یک کافر نمیگویند، فقط مرتکب گناه کبیره میگویند. یعنی گناه های کبیره است، از جمله نماز نخواندن این گناه کبیره است. وقتی نمیخواند او را کافر نمیگویند بلکه گناهگار میگویند و گناهگار است.
کافر شخصی را میگویند که اگر نماز انکار میکند یا نماز افسانه میشمارد یا روزه یا زکات یا حج اینها را مسخره میکند و اینها را از جمله عبادت هم نمیشمارد، یا اینکه وجود خداوند را انکار میسازد. اعوذ بالله. اما این کسا در اسلام حکم به کفر میدهند. سوم، در دست چله نقره داختن درست است یا نه؟ سوال از ناحیه واسطه بوده است. چله نقره استفاده بردن سنت است، یعنی کسی چله نقره می اندازد در دست میلش درست است. اینم از سنت های پیغمبرم به شمار می رود و در چله پیغمبر خدا هم چله داشتند که بعد سر پیغمبر خدا در دست ابوبکر بود، بعد ابوبکر حضرت عمر گرفتند، بعد حضرت عمر که پیغمبر خدا گفته بود که عثمان وقتی این چله که از دست تو گم شد آشوب فتنه ها سر می شود. چله در دست حضرت عثمان بود، در چاه عریس افتید و هر چی کافتن دیگر نیافتنش. چله حضرت رسول اکرم بود، میگوید بالاش نقش داشت محمد رسول الله، نقش بالای چله پیغمبر. حضرت عمر هم یک چله داشتن، خدا رحمت جان کند. حضرت چه حیبت داشتن، چه وقار داشتن. باز در بالای همون چله شان نویسانده بود کفا بالموت واعظا، ای عمر برای تو مرگ خودش موعظه هست. بالای چله حضرت عمر بودن. به این خاطر چله انداختن اگر نقره باشد درست است، لیکن چله طلا، چله آهن، چله میز اینا حرام هستن برای مردها. چی ساعت، چی چله، چی گردنبند، چیزی که از طلا باشد برای مرد استفادهش ناجایز است. دندان طلا را خدا رحمتشان کند امروز در کتاب‌های داملا محمدی حالیتی هم که خیلی عالم برجسته هستند حضرت هم آوردن که اگر ضرورت باشه، مقصد دندان‌های بیمار داشته باشی، استفاده بردن دندان طلا جایز است، لیکن برای زیبایی باشد حرام است. برای زیباییش حرام است. لیکن بهتر و خوبترش همین است. فقهای ما و شما خدا رحمتشان کند کتابات میگوید ترک چله افضل است، یعنی اگر چله نه اندازیم این بهتر است. و حتی چله را هم گفتم برای آدمای قاضی و مفتی درست است. اگر اون قاضی ها و مفتی ها که الحال برای اونها دیگر حاجت نیست، به خاطری که اونها مهر داشتن بالاشان، گوییم که